خب سلام بچه‌ها، چطورید؟ من آراد هستم و امروز خوش اومدید به اولین ویدیوی من روی چنل یوتیوب و آپاراتم همزمان. خب بذار یه توضیحاتی بهتون بدم. خب همونطور که میدونید اسم من آراد و خیلی ممنون که اومدین و این ویدیو رو دارین تماشا میکنین. این اولین ویدیوی منه، پس آفرین به تو که اومدی و اولین ویدیو منو دیدی، چون که قراره عضوی از ویورای یکی از چنل بزرگ در آینده باشی. آفرین به تو. حالا چی کار قراره بکنیم ما تو این چنل قراره کلی ویدیو ریاکت، گیم پلی، کلی ویدیو ریاکت فان و باحال و خفن، گیم پلی از گیم های خفن، مثلا کال آف دیوتی مودرن وارفر 3 همونطور که میدونید جدیدن ریلیز شده، احتمالاً اون رو بگیرم گیم پلیشو براتون بذارم. گاد آف وار رگناروک رو احتمالاً براتون بذارم. فورتنایت رو احتمالاً براتون بذارم، تو که میدونید مپ چپتر 1 به فورتنایت برگشته، احتمالاً از اون هم ویدیو براتون بذارم. کلی گیم های خفن هستش که همه‌شو میخوام براتون گیم پلیشو بذارم و کلی برنامه خفن داریم در آینده. در مورد ویدیوهای ریاکت کلی اونجا موضوعات مختلف زیادی داریم، مثلا try not to laugh، مثلا gaming funny moments، لحظات خنده‌دار هر کدوم از گیم ها، واک ترو ها، کلی محتوای خفن قرار داشته. این ویدیو در واقع خیلی کانتنت و محتوای خاصی ندارم، صرفا فقط من اومدم که خودم معرفی کنم، بگم که قراره تو آینده چنلمون چجوری باشه، قراره چیکار بکنیم و در واقع چه اتفاقی قراره توی آینده این چنل بیفته. اول از همه بذاریم بهتون بگم که متأسفانه چون من خیلی سیستم خیلی قوی برای شروع کار ندارم، همونطور که احساس میکنم از تصویر خودم میدونم که خیلی حالت دوربین قوی نیست، خیلی با کیفیت نمیتونید تصویر رو ببینید و خلاصه برای همین گیم پلی هایی که توی چند ماه آینده و در چند ماه اول فعالیت چنل خواهم گذاشت نو کامنتری خواهد بود، یعنی فقط گیم پلی میذارم و شما میبینید و من هیچ حرفی پشتش نمیذارم، در واقع ریاکشن من رو نسبت به اون گیم پلی نخواهید دید و خود گیم پلی میبینید. ولی خب درباره ویدیوهای ریاکشن نه، من خودم تصویرم هست، صدام هست و در واقع ریاکت میرم دیگه نسبت به اون ویدیوهایی که قراره توی دسته ویدیو ریاکت ببینیم. چقدر ریاکت گفتم. خلاصی که آره فعلا چند ماه اول شاید یکم کار چنل قوی نباشه، یکم ضعیف باشه، ولی بدونی که با حمایت‌های خوب شما ویورای عزیز مطمئنا به جای بزرگی خواهیم رسید. این چنل رو تبدیل به چنل خیلی بزرگ می‌کنیم، کلی محتوای چنل در آینده فرق خواهد کرد که بزرگتر بشه و خلاصه که میتره کنیم دور هم دیگه. امیدوارم که به اون مسیرهایی که تو ذهنم الان هست برسیم و خلاصه تبدیل بشیم به خانواده چند میلیونی. اول از همه بذار بگم که خب بچه‌ها حالا هر کدومی که تو یوتیوب یا تو آپارات دارید میبینید حتما و لطفا من رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید و من رو هم در آپارات دنبال کنید. با این کار تو خیلی حمایت بزرگ واقعا حمایت بزرگی میکنید و با حمایت شما من بعدا میتونم محتوای چنل رو حتی بهتر بکنم، خیلی میتونم بهتر بکنم با حمایت شما و مخصوصا با دنبال کردن آپارات. من در حال حاضر شرایطی که دارم فعلا درآمدزایم از آپارات خواهد بود، برای همین واقعا اگر که شما من رو در آپارات دنبال کنید خیلی حمایت بیشتری میکنید و فعلا یوتیوب یک ذره محتوای ضعیف‌تری خواهد داشت. درباره آپلود ویدیوها بگم که ویدیوهایی که آپلود میکنم اول در آپارات آپلود میشن و بعد در یوتیوب، در هر دو تا چنل آپلود میشه. مثلا شما در یوتیوب میرید میبینید که ویدیویی نیست، ولی تو آپارات میرید مثلا میبینید یه ویدیو جدید اومده، بدونید که تا حداقل یا حداکثر یه روز 2 روز دیگه اون ویدیو تو یوتیوب هم آپلود میشه و هر ویدیویی که در واقع تو آپارات آپلود میشه تو یوتیوب هم آپلود میشه. اینو در مورد این مطمئن باشید. و آره دیگه فعلا ما این دوتا چنل رو جلو میبریم، ویدیوهای ریاکت و گیم پلی رو فعلا فقط در همین دوتا دسته ویدیو قرار رکورد بکنم براتون، گیم پلی و ریاکت، و امیدوارم که خوشتون بیاد. امیدوارم که خیلی زیاد از این دوتا ویدیو خوشتون بیاد و در کنار هم دیگه بریم جلو تا با محتوای خیلی بزرگتر و خفن‌تری برسیم. و همین
خیلی ممنونم که این ویدیو من رو دیدید، واقعا حمایت بزرگی میکنن. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنین، کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کنین و زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنین که هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتم باخبر بشین. آپاراتم هم دنبال کنین، ویدیو آپاراتم هم لایک کنین، همون طرف زنگوله رو بزنین که ویدیو اومدن ویدیو اون طرف هم ازشون باخبر بشید. تا ویدیوهای بعدی و مسیرهای بزرگتر، فعلا خدا نگهدار.